پرسش‌های افکاری عموم پیروزی اردوغان را در دور اول انتخابات پیشگویی می‌کند. رجب طیب اردوغان نزدیک 20 سال می شود که در مقام‌های رهبری ترکیه قرار دارد. بعد یک کودتای ناکام 2 سال پیش او قدرتش را باز هم تقویت داد، ولی بسیاری ها اردوغان را در شیوه خودکامه رهبری متهم می کنند. کشورهای غربی به انتخابات 24 ایون چشم دوختند. غرب چی را انتظار است؟ می خواهد شاهد سقوط اردوغان شود؟ آیا ما آماده هستیم که ادب غرب را بدهیم؟ Batı'ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız? بعد کودتای ناکام نظامی ایول سال 2016 اردوغان در کشور وضعیت اضطراری جاری کرد. ده‌ها هزار نفر از جمله ژورنالیستان منقد دولت بازداشت شده، صدها هزار کارگر دولتی جای کاری خود را گم کردند. اکثر آنها را دولت در پشتیبانی از فتح‌الله گلن، یک روحانی و سیاستمدار سابق گناهکار کردند که فعلا در ایالات متحده آمریکا به سر میبرد. اردوغان گلن را در تشکیل کوشش کودتا ایبدار کرد. ما تسلیم کردن این تروریست را طلب کردیم، ولی او را بازپس ندادند. این طور باشد ببخشید، ما هم از همین لحظه اعتباراً هر وقت طلبی بازگردانی کدام یک تروریست را میکنید، تا زمانی که من سر کار هستم کسی را بازپس نمیدهیم. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. بعد تلاش کودتا گلن هشدار داد که اردوغان مثل دیکتاتور کار میکرد. اگر مردم واکنش کنند او رفتارش را دیگر میکند. وقتی او درک میکند که به خاطر حفظ قدرت او نمیتواند این را نادیده بگیرد، او به گپ مردمی که اذیتشان کرد گوش میدهد. این رفتار معمولی دیکتاتورها است. همه دیکتاتورها همین گونه هستند. اردوغان به حکومت‌های زیاد از کوسوو تا قرغیزستان فشار آورد که همه مکتب‌های مربوط به فتح‌الله گلن در این قلمروها بسته شوند. زمان ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش زیاد کرد، ولی تمام عمل‌های اخیر او امیدوار در این زمینه برباد داده است. من هیچ پروا ندارم که مرا در غرب دیکتاتور میگویند یا چیزی دیگر. از یک گوشم در آمده از دیگرش میبراید. اردوغان که تا سال 2014 3 دوره نخست وزیر بوده است، دیگر حق ندارد به این مقام پیشبری شود و به همین خاطر 4 سال پیش پرزیدنت شد. در مقابل اردوغان نامزد حزب اصلی مخالفین، حزب جمهوری خواه مردمی محرم اینجای 54 ساله قرار میگیرد. اینجا در گذشته آموزگار فن فیزیک بوده است. فعلا نظرسنجی ها طرفداران او را تنها 20% میگویند. من پرزیدنت یک گروه نه، رئیس جمهوری تمام مردم می شوم و این است رمزی حزبتان که برمیگردانم. پرسش‌های افکاری عموم پیشگویی می‌کنند که اردوغان می‌تواند در دور اول آوازدهی بدون مشکل غلبه به دست آورد، ولی عین زمان همین پرسش‌ها پیشگویی می‌کنند که حزب عدالت و رشد اردوغان احتمالاً در پارلمان موقعش را از دست می‌دهد.